سلام، من میخوام یه بازی 60 دقیقه‌ای انجام بدم. این دفعه اومدم رو کامپیوتر، هرچند موبایل خیلی بهتره ولی فعلا رو کامپیوتر باشیم. پلی، ببینیم کسی رو پیدا میکنه یا نه. احتمال اینکه به بازم زیاده چون یه مدت هم هست که خوب بازی نکردم. بکنم یکی رو پیدا کرد. خب ببینیم که این کیه اصلا. ببینیم کیه، چجوریه بازیش. اگه بازی کنه زودتر باز شو که ما بدونیم باید چه کار کرد. اغلب برده، بنابراین من نه باختم داشته، بنابراین میشه باش بازی. ولی خب اخیراً که برده بنابراین الان هم میبره دیگه. من فول اسکرین کنم اینو ببینم که این مثلا اینجوری هم کار میکنه یا نه. فلش هم میشه کشید، آره با ماوس میشه یه کارایی کرد. خب اینو میخواد بزنه. بهترین کار اینه که ما نمیدونم چطوری فلش باید کشید. فلش میکشید دیگه. بهترین کار اینه که اسبو بیاریم که دفاع کنه دیگه. من این انتخاب میکنم میارم اینجا فلش. خب اومد به اسب من حمله کرد. ببینیم که چیکار کرد الان. من نمیدونم یه جوری فلش گاهی میشه کشید گاهی نمیشه، بعضیا واردن. اینو انتخاب که میشه کرد. ببین من قصد دارم که اینو نه این اسب رو بیاریم اینجا. اگه بزنه فعلا اسب اگه بیاد اینجا خوبه. اسب رو میاریم اینجا. چی میشه؟ این میتونه بزنه اینو و من یکی از این دوتا رو باید انجام بدم. میتونم وزیر رو هم بیارم اینجا که از این دفاع کنه، ولی ترجیح میدم فعلا یه بازی طبیعی انجام بدیم. اسب رو بیارم. ببینیم که چی میشه. خب اون قلعه رفت. الان مشخص شد که من از کدوم ور باید قلعه برم. خب برای اینکه قلعه برم باید این اسب آزاد بشه. اینو من باید ببرم جلو یا اینو ببرم اون پشت بذارم که به شاه حمله بشه. بعد میشه اینو آورد بعدش اینجا. اگه اسب بیاد اینجا
این بازی های قبلیش همه رو برده یا مساوی کرده، بنابراین دلیلی نداره که من ازش ببرم. ولی امیدوارم که بشه برد. این اگه بیاد اینجا این میزنه، با این باید بزنیم. فقط این فیله میتونه بیاد شلتر بشه اینجا. اگه بزنه با این بزنیم، این فیله میتونه از اینجا بیاد بیرون. بنابراین من حرکتم اینجوریه که اینو بیارم اینجا. خب اینو بیارم اینجا. این با این حرکتش میخواد چیکار کنه؟ از این دفاع کنه. آها، من میتونستم بزنم اینو ولی نزدم. اگه وزیر بیاد اینجا و اینم نباشه، میشه اینجا یه فورک انجام داد. فعلا اینو یکی بیاریم بالا. این باید بیاد اینجا، بعد اینم بیاد اینجا. اول فیلو میارم که اگه بخواد زودتر اینو بزنه بشه با فیل زد که این پیاده ها دست نخورده باقی بمونن. اگه این خطر نبود این فیلو بکنم، این فیلو میآوردم اینجا، بعد وزیر رو میآوردم پشتش. خب من همون برنامه انجام میدم، فیلو میارم از این دفاع میکنم. البته بعد میشه وزیر رو آورد اینجا. خب این پیاده رو زد با فیل و بعدم نیست این حرکت. ولی از این شر این پیاده باید راحت شد که رخ بتونه بیاد جلوی شاه. خواهد وزیر رو بیاره اینجا. که بعد اینو دوتا بیاره. ببین من هدفم اینه که اینو بیارم اینجا، این بیاد اینجا و با اسب که زده بشه من اینو بیارم اینجا و اسب بره کنار، بعد من اینو بزنم. بذارید انجام بدیم. هرچند یه جورایی حس میکنم میخوام بازی زودتر تموم شه، نمیدونم.
اگه با اسب بزنه من اینو میارم اینجا. احتمالا این دوتا اینو میاره جلو که من بعدش باید تصمیم بگیرم چی کار بکنم. اصلا تمرکز ندارم، یعنی حوصله‌ام نمیرسه فکر کنم، ولی باید فکر کرد دیگه. اگه این دوتا بیاد جلو، من یکی برم عقب، یکی دیگه میاد جلو، چجوری اینو انتخاب میکنن؟ فلش میکشن. این چیه؟ آها اینو میزنی میکشی اینجا. چیه باز میشه؟ تب جدید باز میشه. چیکار کرد؟ همون کاریه که حد زدم کرد دیگه. خب ایسا اینو انتخاب کنی، اینجا دوبار کلیک کنی، اینو اینجوری انتخاب کنی، اینجا دوبار کلیک کنی، اینو انتخاب کنی بکشی، اینجا دوبار کلیک کنی، اون وقت فلش درست میشه. من اگه با پیاده بزنم، ببین اگه من اینو بیارم اینجا، اون با اینو میزنه، منم اینو میزنم، اون وزیرشو میاره. الان با فیل هم میتونه بزنه اینو. اگه برم اینجا، اون اینو میزنه، من اینو میزنم، وزیرش میاد، خیلی بد میشه. بعد میره این گوشه، اگه من با اینو بزنم، با این پیاده میزنه، من با اسب میزنم، اگه اینو بزنم اون با پیاده میزنه، من با اسب میزنم، اون با اسب میزنه، بعد من با پس چی شد؟ من یه پیاده میدم، اون یه پیاده، من با اسب میزنم، اونم با اسب. اگه بزنه نمیشه، یعنی این جور در نمیاد. ما 1 2 3 تا حمله به این داریم، اون 1 2 3 تا حمله داره، ولی اگه من شروع کنم به زدن، یکی از حمله ها توی زدن از بین میره و اون 3 تا حمله شو داره. میزنه و دیگه نمیتونم بزنم، چون بنابراین من مجبورم که اینو بیارم عقب، یعنی اینو من باید بیارم عقب اینجوری. بعد اون با فیل میاد اینو میزنه، من کاری دستم نیست.
خورده اوضاع بد شد. بعد به این چیزا فکر میکردم. شاید هم بهتر باشه ریزاین کنم. فعلا بریم این حرکت رو انجام بدیم. اسبم نمیشه آورد اینجا اگه اینو بزنه، چون این دفاعش از دست میده. ولی اگه اینو بیاره جلو، اسبو میتونم بیارم اینجا تا اینو بزنه. یه دفاع هم برای اسب شاید جور بشه، مثلا جا به جای اسب. برام برگردم. خب با اسب زد. اسب خیلی بهتر از اون یکیه. با اون از فیل میترسیدم. حالا میتونم اینو بیارم اینجا، بعد اینو میزنه اگه بیارمش اینجا. اگه اینو بیارم اینجا چی؟ میبره عقب، همچنان این مورد حمله است. نه این دفاع داره، این دفاع داره نمیتونه بزنه. بنابراین اینو میارم اینجا. یه بار دیگه فکر کنیم. این میاد اینجا، دفاع داره، مجبور نیست برگرده، ولی این یکی اگه بیاره جلو، من یکی میارم اینجا. باشه این حرکت رو انجام میدیم، ببینیم چی میشه. ممکنه اون وزیرش رو بخواد بیاره که اوورد و زده میشه دیگه. فکر نکرده اوورد. خب الان شانس پیروزی ما بیشتره. 8 امتیاز جلو افتادیم. بعدش این اسبو میشه آورد اینجا که اگه فیل بزنه با این میزنیم و این بی‌دفاع میمونه، مجبوره برگرده عقب. اگرم نزنه که اسبو میشه زد، چون دفاعش از بین رفته. ریزاین کرد. 15 امتیاز اضافه شد. نه 7 امتیاز اضافه شد. یعنی من رسیدم 1000
193. بریم گیم ریویوش انجام بدیم. یه خطایی کرد و باخت که من همچین انتظاری هم نداشتم. فکر میکردم که بازی خیلی سختی بشه. (87.1). من بلاندر نداشتم. خوب اکورسی خوبی داشتم توی چند حرکت، 10 حرکت که البته مهم نیست. 1600 بودم. مگنس کارلسن توی یکی از بازی‌ها این عددش 3800 بوده. یعنی بیش از استاک فیش. البته نه اینکه اون میتونه استاک فیش رو شکست بده، یکی از بازیاش اینطوری شده. بریم حرکت ها رو ببینیم. این کتابی بوده تا اینجا کتابی، اینم کتابی بوده، همچنان کتابی. اون باید اینو میزد. شوموز کن. مساوی می شدیم، ولی یعنی این می اومد اینجا. من اینو یکی می بردم بالا. چرا بر نمی گردوندم؟ اگه اینجا بر می گشتم خب فرقی نداشت، به هر حال یکیشو می زدی. من به این حمله می کردم دست کم. اون اینو میزد، من اینو میزدم، اون برمیگشت اونجا و من دوتا میرفتم جلو که ازش حمایت کنم. خب بعدش چی؟ بعدش مثلا این یکی آورد جلو، من کجا برم با اسب؟ اینجا نمیتونه بره. این دوتا که بستن اینجا میتونه برگرده چون وزیر حفظش کرد. خب هاید مووز و به حرکت بعدی من باید میرفتم اونجا. آره اونم بازی بعدی نبود، میرفتم اونجا که به این حمله کنم. شو مووز کن. اصلا من همچین برنامه ای نداشتم. بریم بعدی. این بهترین بازی بوده. D4. اینم بست بوده. نه اون اکسلنت بوده، این بسته. اون بست بوده. You overlooked an opportunity to develop a rook off its starting position. میخواسته که من قلعه برم که نمیخواستم. این بهترین بازی بوده. این بهترین بوده. You missed an opportunity to win a pawn. باید اینو میزدی. این بست بوده. خب اینم بلاندر اون که انجام داد. اون باید شاهش حرکت میداد. اصلا این اسبو ندید. خب من فکر نمی کنم دیگه بخوام بازی کنم الان. حالا شانس آوردیم یه نفر که بازی های قبلیشو برده بود یه همچین اشتباهی کرد و باخت. بذارید این قسمت سفید نشون میده اون جلو بوده از من، یعنی بازی من بدتر از اون بوده. اون شانس موفقیتش بیشتر بود. با این حرکته باخته، وگرنه شانس موفقیتش بیش از من بوده. و همچنان توی بازی هم همینطوری بوده. فکر کنم تا این که این پیاده رو دوتا بردم جلو اینجوری شده. اینجا تقریبا متعادل بوده. اینو که دوتا بردم جلو به شدت عقب افتادم.
ولی خب من قصدم این بود جلویش این فایده خالی بشه، این بیاد اینجا راحت بشه به شاه حمله کرد. هدف من این بود. و تو بعضی بازی هم که جواب داده، این تقریبا مساوی بوده، یه جایی رفته بالا و بعد افتاده. به بازی سریع و مرسی که دیدید. توی کانال سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و شیر کنید، هرچند فعلا که ویدیوهای خیلی جذابی نباید باشن چون من فقط دارم بازی میکنم. اگه مخاطب بیشتر پیدا کنه میشه ویدیوهای بهتری درست کرد. مرسی.